سلام دوستان، وقتتون بخیر. هدف از این وایس و پادکست هم وصیت‌نامه منه، هم افشای یه سری اسناد بسیار مهمه. خب ویدیو چاکرای قدرت من رو دیدید، حالا هم گذاشتم. ویدیو تحلیل قیمت دلار من هم هنوز هست، میتونید برید باز گوش بدید. اینو اواخر سال گذشته منتشر کردم. خب ما الان کارهای بزرگی رو شروع کردیم به همت خداوند و به یاری خداوند و با همه چیز از خداوند و با پناه به خداوند که تا آخر سال وعده من اینه که تا آخر سال گزارشش رو به شما مردم و دوستان میدم. اولا در مورد برادر منه که من اگر یک جایگاهی پیدا کردم، یک شخصی به نام محمد رضا سفری برادر بنده نیست. هیچ مسئولیتی در مورد کار ایشون ندارم. ایشون یه حمال بیشتر نیست، یه آدمی که فقط برای آدمایی که هیچ قدرتی از خودشون ندارن دلار راست میشه. پدر مادرش راحت کتک میزنه، منو کتک میزنه و مسائل شخصی درگیره که اصلا زیبنده و برازنده اقدامات بنده نیست. خب اقدامات بنده تا کجاست؟ تا لبنان دارم صحبت میکنم، تا خود واشنگتن دارم صحبت میکنم، تا کجای این دنیا بگم؟ تا ترکیه، تا آذربایجان، تا چین، تا ژاپن، تا هلند. حالا به مرور زمان اون دوستانی که حالا من رو کامل میشناسن میدونن که قدرت رو خواهند دید، تا این گفتمان من رو خواهند دید، قدرت کلام من رو خواهد دید. این آدم تا تبریز، تا خیلی استانهای ایران، تا همدان، تا بندر عباس میشناسن. دوستانی هستن که مثلا اهداف ما رو چیزایی که مثلا ما دنبالشیم، همه اینها رو میدونن که مثلا ما دنبالشیم. خب این یه مسئله. دو دید ایشون به نسبت به امورات من، مثلا نمیدونن اصلا قدرت چیه، چاکرا چیه، احترام چیه، اینکه زمین گرده، واقعا زمین گرده. ظلم کردی ظلم خواهی دید. آقا من از ایشون که کشته شده یا فوت شده یا هر چیزی که آقای رئیسی شد، اتفاقی که افتاد، نه خوشحالم نه ناراحتم، مهم نیست یاد برام، ولی واقعا برای من سخته. آقا 401 بود، هرچی اطلاعاتی بسیجیه مجبور میکرد مردم رو کتک بزن. آخرش هم دیدیم چطوری شد. شهید خدمت. بابا چه خدمتی منتی میذارید؟ چه خدمتی ایشون به جامعه کرده؟ چه خدمتی برای خودش کرده؟ اصلا چی کار کرده اصلا همین آدم؟ این همونه. این آدمه خودش نیست. حالا یه دختره هم ور میداره بدبخت میکنه. این پیشگویی من در مورد ایشون. مثل سگ خواهد مرد، مثل سگ. ببین من مرده، شماها زنده. دوست ندارم این اتفاقات بیفته ها. آقا ما یه لپتاپ خیلی خوبم داشتیم فلان، مادرم اومد گفت آقا این لپتاپ رو بده به این، چون والله قسم میگم کلام مادرم بوده، مثلا لغت‌های مادرم بوده، و الا اصلا برای این آدمه من چی میگن اندازه یه دونه پشم ارزش قائل نیستم. یعنی واقعا یه آدمیه که نمیتونه خودشو کنترل کنه، نمیتونه حرف بزنه. یه 4 تا آدم حسابی دور و برش نیستن. یه کسی نیستش که مثلا این آدم‌هایی که این داره چیز میکنه، این آدم‌هایی که اطرافیانش، حالا ما میگیم مثلا به عنوان اطرافیان، آدم‌های موجهی نیستن و به هر دلیلی ما میگیم که این آدم‌ها باید انرژی منفی هن. از این فاصله بگیریم.
البته انقدر این آدم سرپلشته اصلا نمیدونه فضای مجازی چیه، تهش یه نیستاه با اون دختره چتی میکنه روز از اون روزی از اون، یعنی کار اصلیش چیز دیگه ایه، یه حماله و این کامل این قضیه رو میخواستم اینطوری براتون روشن بکنم و مطمئنم باشید که ما تا آخر امسال هم بیزینس داریم، هم بیزینس پلن خوبی نوشته شده. من اگر شخصی به نام آقای صالحی برادر من بود، برادر تنی من بود، من باور کن تمام دنیا رو من فتح میکردم. تمام چیزایی که مثلا میگم غیر ممکن بود با این بابا برای من ممکن میشد. اینم یه چیزه، یه نشونه است و یک حرفیه که باید بدم به شما، یه سیگنالیه که باید به شما بدم. به هر حال من افراد معتمد زیاد دارم، ولی خب اونی که میخواستم این بابا نیستش، یعنی این داداش خودم رو دارم میگم. و معمولا حتی شده تو خیابونم من برم مثلا این حیوان رو ببینم میرم اون ور، مسیرم رو جدا میکنم. یعنی میخوام بگم که ضعف‌های ساختاری، ضعف‌های شخصیتی و ضعف‌های فکری و عملکردی این بابا باعث شد که کارهای بزرگ زندگی من بسیاریش عقب بیفته. حالا من نمیخوام آبروشو ببرم یا مثلا کاری بکنم که ایشون ناراحت بشه، ولی برای روشنگری جامعه، چون گفتم یه افراد بسیار زیادی هستن که به من منتسبن و دارن کار میکنن با من و به اصطلاح دارن چیز میکنن، صحبت میکنن با من، ارتباطات هست. اگر من نبودم کی باید مثلا جواب خیلی از کارها رو بده؟ گفتم همین آقای صالحی شما بچسبید. یعنی واقعا به غیر از اون داستانی که براش پیش اومد، این آدم به قدری دلسوزه، به قدری واقعا آدم ازش انس میگیره، تحت تاثیر قرار میگیره. من واقعا ارادت قلبی دارم. پدرش هم کارگره مثل پدر من و کلا خانواده زحمتکش، آدم حسابی، آدم هایی که افکار بزرگی دارن، آدم هایی هستن که مثبت میدونن و اینکه شماها اگه خواستید یه روزی این راههای من، کارهای من رو ببینید، رو چشای اون قشنگ میتونید ببینید. خب در آخر امسال حدودا 6 تا ویدیو در مورد چاکرای ثروت، چاکرای قدرت خواهیم ساخت. 6 تا ویدیو در موضوع ها و تایتل های چاکرا و من در اینجا هم یه چیزی بگم. واقعا ای کاش صلح ادامه دار میشد. از این پس در دنیا صلح و امنیت به خاطر باز شدن طلسم الماس که برای فرمانداران و فرمانروایان اون دیده میشه. مثلا برای پوتین اولین شخصی که اون طلسم چشش رو زد همون طلسم الماسه و خدا به داد نسل‌های آینده برسه به خاطر بمب‌های فسفوری، بمب‌های اتمی و خیلی مسائل که در آینده نچندان دور یعنی همه اتفاق داره میفته. این فرمانروایان به خاطر اون که به اون طلسم برسن همه کار میکنن با این بشر. تو این مدت هم که من الان 30 سالمه، قبل از این هم افرادی معجزات زیادی از من دیدن که اگر کسی پایه باشه، تحقیق بکنه، اهل فهم باشه، میتونه اونها رو پیدا بکنه و اون معجزاتی که از من دیدن رو بگن. این یه قضیه دیگه مشخصا در مورد یه آقایی به نام شهرکی. من همه جوره به ایشون پوشش میدادم، یعنی هم اطلاعاتی، همه چیز، همه کمک میکردم، ولی خب
خودش باعث شد که این دنبال یه دختره بود حقیقت. حالا اینا کارهای پیش پا افتاده است، من نمیخواستم واقعا هم انجام بدم، یعنی دنبال این نبود اصلا، این به این اصلا نمیخورد و اون واقعا دختره روحش. ببینید عشق فقط سکس نیست، زورکی نیست، عشق روح آدم هم هست. یعنی تو میری پیش یه نفر بلند پرواز میشه، یعنی واقعا مثلا میبینی این آدم چقدر باعث شد من پیشرفت بکنم. یعنی یه زن و یک مرد از نظر من زمانی میتونن یه زن و شوهر خوب باشن که هم زنه ببینه چقدر به کمال رسه، نه حالا مادی ها، حالا دنیای معنویت، دنیای مالی یه دنیاییه که پول چیز بدی نیست، ولی اون دنیای معنویت دنیای مادیه باعث میشه که تو بین خودت و خدات و بین همه چیز فاصله بندازی. اگه دنیای مادیات باشه، اما دنیای معنویت یه دنیای دیگه است. ببینی به یکی مثلا میگم 500 میلیون تومان شما خوبی کردی، یه هوی میاد میبینی 500,000 میلیارد تومان تو جیبته. دنیای معنویتی دنیای عجیبیه که خیلی از آدم‌ها ازش محرومن و به خاطر همونه هیچ وقت به اون پیشرفته نمی‌رسن. حالا من مشخصا دنیای معنویت منظورم این نماز و قرآن و چیزهایی که مثلا یه مش طلبه و آخوند و اینها دارن میگن نیست. یعنی مثلا دنیایی که فقط بشینید چپ و راست نماز بخونی بعد تهش بیاد که هیچ چی نشدی، تازه یعنی تو میخوای به جاده مادیات انداختی به اسم معنوی، یعنی دور زدن خدا. مثلا یارو میشناسم حق و حقوق مردمو نمیده، هی پا میشه چپ و راست میره کربلا، پا میشه میره کربلا. بابا شما هم زیاده، این دنیای چیز نیست، دنیای مادیات و دنیای معنویت نیست. دنیای معنویت اولین دروازش خودشناسیه، غرورتو بذاری کنار و اینکه یه شب تا صبح بین فقرا باشی، یه نفر رو نجات بدی، یعنی چالش بکشی، یعنی 30 روز من آدم نجات میدم، 30 روز آدم مهم میخواهم شد. خدا بیامرزه حسن علی پور 72 تا مدرسه ساخت. حالا به هر کی میگم ساخته دیگه، براش مهم نیست. یعنی واقعا فکر نمیکنه که این آدم که یکی از همشهریای ما بوده چطوری شده 72 تا مدرسه ساخته، یا عموی خودم 11 ساله رفته جبهه، این چطوری رفته جبهه، برای چی رفته، چرا مثلا این آدمه میره جبهه، میره مثلا کار چیز میکنه، میره توی جای نظامی قرار میگیره و اون بلا سرش میره، دلایلش چی بوده؟ خب اینا رو باز میکنم که بدونید. ببین دنیای معنویت اگه میخوای وارد بشی و خدا رو بشناسی و اینکه چگونه به خدا برسی، اولا ماها انسانیم، خطاکاریم، اینو بدون، مغرور نباید باشی. باید دوما بگی که خدای من به من آرامش بده، خدای من آیا واقعا با اون مسجد شما با اون خدای میرسید؟ ببینید نمیخوام حالا توهینی بکنم یا مثلا هدف این نیست، مقصود نیست. خیلی ها هستن خب میرن مسجد، میرن نماز میخونن، دعا میکنن، شاید به خدا برسن، اونو به قضاوت رو میذارم چون رابطه است. آدم نمیتونه بیاد بگه نه تو به خدا نرسیدی. یه وقتی میبینی یه زن و شوهرن، میبینی اینا زندگیشون چقدر بده، بعد میبینی نه واقعا اون زندگیه، اون مثلا چیزی که هست، اون مثلا زندگی خصوصی که هستش، میبینی واقعا چه زندگی شیرین دارن، چون شما نمیبینید که پشت پرده است. اینا همه پشت پرده است. ولی به نظر من معنویت فقط به چیز نیست. اولین چیزی که از خودشناسی، بعد اخلاقه، بعد مسئله محیط زیسته، بعد مسئله ارتباطات دست جمعیه، بعد بحثاش خیلی بحثای چیزیه، بحثای مهمیه. اینو مطمئن باشید. اون واقعا میگم
اون معنویت آدم وقتی برسه تازه میرسه به کمال، یعنی آدم بزرگی میشه دیگه، حاضره به خاطر اینکه کارها، یعنی تو دنیا هم به قدرت میرسه هم به ثروت میرسه، یعنی دائمی آی دزدی بکنم آی در این، یعنی عموم مردم اینن. خب یعنی میخوام بهتون بگم که حالا شما رهبران این آدم هایی که میبینید مذهبی هم و مثلا میگم خیلی هاشون مطرح هم هستن، اینا خیلی هاشون دنبال فقط ثروتن. مثلا این آقای میرباقری که هست میاد حرف میزنه، درآمدش از همون یوتیوبش و اینستاگرامشه، در مورد درآمدش از اون ترد شدن است، دنبال آدم بودن شدن و آدم فکر کردن نیستش. یا این مثلا آقای رائفی پور که میاد آی امام زمان های امام زمان، اونا فقط دنبال ترد شدنشون و اینکه یه مؤسسه‌ای بزنن، یه کارهای این تریپی بکنن. یعنی من مثلا اینجوری شما فکر نکنید که به اصطلاح ماها اومدیم فقط پول در بیاریم، دستگاه پول ساز باشیم. ببینید پول، گفتم اگر میبینی که توی جامعه تأثیر میخوای بذاری، ببین که مردم رو دعوت بکنی به کمال، به اون معنویته، به اون به خدا رسیدنه، به اون بزرگ فکر کردنه، به اون بزرگ دیدنه، به اون بزرگ ساختنه، به اون چیزی که ببینید آدم هایی که عصر کنونی هستن، ماها هممون باید به مرگ برویم. ما سرنوشتمون مرگه، سرنوشت ما مرگه، چه من بخوام چه من نخوام. منم یه روزی قبرم می‌نویسن علیرضا سفری، خب منم یه گوره، یه قبر خیلی کوچیک میندازن اونجا و مثلا 6 ساعت 7 ساعت بعد تجزیه شروع میشه. ای کاش به جای این همه مثلا محتواهایی که حالا زردن و محتواهایی که فایده ندارن، یه چیزی میساختیم، دوربین داخل قبر میذاشتن و اون جنازه نشون میداد چه بلایی سرش میاد بعد 6 7 ساعت، و بعد میبینی که اصلا فراموش شدی، خدا بیامرزت، تمام شد و رفت، میدونی. ولی آدم هم هست هر روز آدم ها براش گریه میکنن، به اون درجه کمال و به اون درجه والانگری نرسیدن. ببینید دین مسئله نیست. الان میبینی طرف یهودیه، مسیحیه، نمیدونم بوداییه، ولی کارهای بزرگی کرده، باعث شده یک جامعه، یک مثلا یک کسایی که تو جامعه هستن و تو جامعه دارن زندگی میکنن، اون آدمه باعث شده که هم از طریق اون خیلی ها به رشد برسن. و بعد تو تازه میشی چی؟ تازه از اخلاق و کمال و دروازه های زیادی هست تا بعد از اون تازه دروازه سعادت باز میشه. حالا خود سعادت هم همه فکر میکنن دیگه آها من خوشبخت شدم. نه، خود سعادت هم سعادت اولیه ثانویه همینجوری میره بالا تا میرسی به قرب، یعنی تازه میرسی به نزدیک خدا شدنه، تازه میرسی به اون که اصحاب شدنه. اینا همه ببینیم شما وقتی توی مجموعه نظامی کار میکنی، مثلا میگم اولی سربازی، بعد میشی سرگروهبان، بعد میشی افسر صدفان، بعد میشی به سرهنگ سرگرد، بعد میرسی به سرداری و بعد دیگه همینجوری درجات زیادی. خب اینم همون جوریه، انسان ها پیش خداوند درجه دارن، این مشخصه، این مثلا برای همه ماها معلومه. اما درجه من چیه اونو نمیتونی تو هم قضاوت کنی یا من قضاوت کنم، ولی میشه حد زد ماها هنوز به اون علمه نرسیدیم. خب حالا کارهای خوبی که گفتم زیاده، حتی شده یه دونه صرفه جویی کردنه، میدونید بشر اون انرژیش رو داره تموم میکنه، حتی شده یه تو پزشکی مثلا دکتری، خب حالا 2 مریض در روز من رایگان درمان کنم، پلیسی خب 2 چیز نادیده بگیرم، نه اینکه چیزی مثلا منظورم این که چیزی باشه که به فنا بده یه نفر رو، یعنی مجرمی باشه که کسی رو به فنا بده، نه، من منظورم مشخصا در مورد اینه که
تو یه کاری هستی، تو یه مثلا مسئولی هستی، میتونی یه خدمتی بکنی. تو مسئول بانکی، آقا یه پیرزن زودتر راش بنداز، یه کسیه کمک میتونی بکنی راش بنداز. بعد به اون کارت بشین فکر بکن، بعد بگو آقا این کارا در برابر عظمت خداوند اصلا چیزی نیست. شما یه زمین رو فرض بگیر، به موقعش زمستونه، به موقعش روزه، به موقعش شبه، به موقعش روزی داری، به موقعش پول داری، به موقعش همه چی داری، همه چیز، هر چیزی که شما فکرشو بکن. خب این از این یه مبحث که بسیار مهمه و باید دوستان بر این اشراف داشته باشن. حالا کمال رو میگم خیلی پیچیده است، دنیای پیچیده و دنیای عجیبیه کمال. بعد حالا مرگه چطوری میشه؟ آقا ببین دوست عزیز، بعضی‌ها رو میبینم 150 میلیارد 160 میلیارد تومان پول فقط دست به نخ ذخیره کردن. ببین خیلی هستن، هر چقدر میگی اون همون آدم هست، ولی میخوام اونایی که حرف منو گوش بدن، منم میتونستم خیلی پولا ذخیره بکنم، نکردم. نمیخوام حالا بگم اینجا چی کارا کردم، ولی میخوام بگم که اون پوله رو من هیچگاه ذخیره نکردم. یا رفته زحمت کشیده، حالا یه پول کلونی دست یافته، کارخونه‌ای زده، نمیدونم یه کارهای این تریپی کرده، ولی باور کنید وقتی که شما یه مادر یتیم رو، مادری که شوهرش از دست داد، از اون ورم یتیمه، ببین چه سعادتیه شما بتونی بچه‌هاشو تأمین بکنی، چه کار بزرگی کردی. اینی هم چیز نباید بشه، شانتاژ هم نشه، آی من سفیر آسمانی هم. اصلا اونایی که آسمانی هن، اونایی که با خدا در ارتباطن، اونایی که اصحاب خداوندن، هیچگاه نمیان تو فضای مجازی بگن. اینو مطمئن باشید. این یعنی من میدونم، این رو تضمین به شما میکنم، کسایی که آدم های بزرگی هن. اصلا شما مثلا حسن علی پور رو میشناسید، چند بار ایشون اصلا مصاحبه کرده، چند بار دوربین ها زوم شده مثلا میگم. خب از این نوع چی میگن سوء استفاده کردن از احساس، اونم همون میره تو جاده مادیاته. ببین اون نفس رو باید کنترل کنی. نفس خیلی خطرناکه. نفس اگر به اصطلاح ما نتونیم باهاش زیاد ارتباط بگیریم و نتونیم ماها خوب باهاش صحبت بکنیم و نتونیم باهاش خوب در واقع ارتباطات کلی بگیریم، نفسه مثل یه سگ هار میمونه واقعا، به خودت و به مغزت و به افکارت و به چیزهایی که داری فقط آسیب میرسونه. همیشه یادتون باشه، من البته خیلی کوچیکتر از اینم که با شما صحبت بکنم یا توصیه بکنم یا نصیحت بکنم، ولی برای خودم دارم میگم. یا همیشه آدم باید اون نفسه رو مواظب باشه که اون سگ درونش، اون سگ هارش پاچه کسی رو نگیره، که بگیره بعدم میگم کارما اعتقاد داشته باشید. واقعا بسیجی هستی، خب یه مقدار حواست باشه داری مثلا چی کار داری میکنی. من خودم دیدم مثلا ورزش شدن، البته کار قانونیه ها، دختره فوش داده بود، فحاشی کرده بود، با باتون مثلا یارو گرفته بودن داشتن میزدن دهنتو بو کن عرق خوردی. یه وقتایی آدم باید کوتاه بیاد، مثل من با این برادرم. خیلی کارا میتونم بکنم، خیلی آدم ها هستن که کافیه فقط من یه چیز بکنم، یه به اصطلاح یه صحبتی بکنم باش، یه جور دیگه صحبت کنم. خب اینم در مورد نفس. اما در مورد یه سری چیزها رو خوب آشنا شدید و صحبت کردیم. حالا یه سری چیزها رو هم بگم به شما. من امسال سال مهمیه، تمام، یعنی ستاره ها و اون فرکانس هایی که من دارم کشف میکنم، واقعا سال خطرناکی، سال مهمیه که من واکنش مستقیم داشتم.
باید شماها زمان کم دارید. کسایی که میگن من هیچ کاری نمیتونم بکنم، من کاری دستم بر نمیاد، یا این نوع کامنت ها، این نوع حرف ها، این نوع نگرش ها، بسر توی انسانی، اونهایی هم که بر تو حکمرانی میکنن هم انسانن. یعنی شما فکر نکنید مثلا شما آدمای معمولی هستید. انسان به انسان حکمرانی میکنه، نه حیوان به مثلا به انسان. حیوان که نیستن اینهایی که مثلا شما حالا به عنوان رئیس جمهور و رهبر و نمیدونم لیدر و نمیدونم پادشاه و نمیدونم خیلی از این سمت ها دارید میشنوید، اینها همه انسانن و توی مثلا آدمی، اونم یه آدمی. خب چطور مثلا چه تأثیراتی من میتونم بذارم، چه کارهایی من میتونم بکنم؟ همه اینها بگو آموزششو ندیدم، بگو آقا مثلا یاد نگرفتم، اینو من مثلا توجیه خوبی میدم، میشه هم یاد بگیره آدم. یک صلح یک چیز باید باقی بمونه، چون زمین امانت ماست. شما وقتی مثلا میگم یه موشکی رو داری میزنی، این رو باید در رسانه ها در چیز بزنیم، این زمین امانته. شما چرا باید یک جایی که مربوط به مثلا یک کشور دیگه است رو اینجوری این بلاها رو سرش بیاری؟ خب قلمرو چیه؟ مثلا خدا مگه به تو قلمرو داده؟ مثلا خداوند متعال مگه به تو چیز داده؟ به تو حالا فارسی ترش به تو ظرفیت داده که تو مثلا، یعنی منظور اینه که حدود داده که تا اینقدر مثلا مال شوه، اینقدر مال اینه. خداوند زمین رو نامحدود آفرید، یعنی واقعا خیلی بزرگه. ما هم تیکه تیکش کردیم، اینجا آمریکاست، اینه. من به این نوع رسم و شکل اعتقادی ندارم. حالا فراتر از اون اصلا یک دنیایی هست به نام کائنات، کهکشان ها و سیارات و اینها که اونا رو هنوز این همه انسان یالو قول میکنه اصلا نتونسته کشف داشته باشه. چی شده یه دونه آپولو هوا کرده؟ چی شده مثلا یه ناسا داره مثلا یه تحقیقاتی که میشه گفت خیلی چیزه، مثلا خیلی رد پایینه رو داره انجام میده که میگم کلا واقعیتش اینه که چیزی که حقیقته و چیزی که واقعیته اینه که عبارت از اینه که ما میفهمیم و متوجه میشیم اینه که انسان در مورد کهکشان ها فعلا یک هوش مصنوعی و با یه نرم افزاری داره کار میکنه. سخت افزاری به اون صورت کار خاصی انجام نده. سخت افزاری منظورم حالا سفینه و مثلا اینجور چیزا نیست. منظورم اینه که مشخصا اینه که انسان و آدم نتوانسته است به اصطلاح بیاد یک سیاره رو تجزیه بکنه، ورداره مثلا ازش منابعش استفاده بکنه، شاید در سالهای نچندان دونی کار بکنه، ولی اونم از همین الان براش مرز گذاشته. آقا اینقدر ماه مال اینه، اینقدر مریخ مال اینه. این چی میگم؟ اینم از این. و آدم ها در شناخت خودشون کمن، یعنی آدم هایی که خودشون شناخته باشن شاید عدد دست باشه تو کل زمین. آدم های کمی رو ما میبینیم که خودشناسی بلدن، خودشون شناختن و بتونن. حالا آدم اگه بخواد انسان باشه، بخواد پیشرفت کنه، هر روز باید به علوم غریبه و علومی که هنوز افراد دیگه بهش دست نیافتن بهشون دست پیدا بکنه. اینم یه چیزه، یعنی من باید هر روز دانشمندتر بشم، دنبال علم برم. بدترین رفیق انسان هم علمه، چون مثلا تا دیروز شما مثلا میگم سوار اسب میشدید، سوار اینجور چیزا میشدید، ولی الان دیگه میگه نه ماشین اومده، شما باید مثلا ماشین سوار بشید. اینم از این. و یه چیز دیگه هم هستش، اینم واقعیته و
میخوام بهتون بگم که اینم باید در نظر بگیرید که در مورد دانشگاه و مدرسه، خب اینها حتی مقدمات علم هم به ما یاد نمیدن. درسته این همه هزینه میکنیم چیزهای تکراری، یه چیزهایی که نمره بگیر مثلا 20 بشی بریم، در حالی که خود اون علم فیزیک اصلا حساب شدنی نیست. یعنی بشینی 2 به اضافه 2 کنی مثلا گرما رو اندازه بگیری نیست اصلا. خود این علم فیزیک رو هم اشتباه تعریف کردن، علم شیمیه رو اشتباه، مثلا دارم میگم حالا اسم رو فیزیک گفتم، حالا علم همون ورزش هم اشتباه تعریف کردن. ورزش یعنی گروهی، ورزش یعنی دست جمعی، ورزش یعنی رفاقت، رقابت، ورزش یعنی اگر میبینی یه نفر افتاد تو هم کمکش کنی که تو اون دوندگی همه با هم بیاد. چند بار شده کدوم مدرسه همه دانش آموزاشو ببره توی پارکی تو تهران بدوین با هم یه اردوی پیاده روی بذاره، تو همونجا خیلی با هم دعواشون میشه. میدونید چی میگم؟ میخوام بگم که تو این چیزی که مدرسه میرید شما نشون بده شما عالمید، نه تو حوزش هم همینه، یعنی تو دانشگاهش هم همینه. من اگه بخوام حرف بزنم میگم حرفای زیادی هست، بعد حکومت ها و اون کسایی که حالا چیزن آدم های مغرض همیشه این رو بد تعبیر میکنن. چند تا دانشگاه ما تونسته نخبه تحویل بده که واقعا سرنوشت دنیا رو عوض بکنه. این هایی هم که میبینید مثلا میگم نخبه شدن و به اصطلاح آدم مهمی شدن، این آدم ها خودشون دنبالش رفتن. میدونید چی میگم؟ خودشون رفتن دنبال اختراع و دنبال اینجور چیزا. بحث من اینه. این هم یه قضیه. و مطمئنم باشید که ماها به یک پیشرفتی نخواهیم با این قضایا رسید. میگم دانشگاه درست حسابی نیست، مدرسه جای درست حسابی نیست. خود معلمه مشکل چیز داره، یعنی با زنش مشکل داره، با بچه‌هاش مشکل داره، نمیتونه خودش یه سبک زندگی درستی داشته باشه. همون آدمه داره مثلا شده به ما مدرس یا دنبال بیزینسه. اصلا کار با کودک و دانش آموز و مدرسه و اینها باید عاشق باشی، دنبال بیزینسه نباشی. اونجا جای بیزینس کردن نیست. حالا درآمد، خب تو داری کار میکنی، وقتی داری توی یه جای کار میکنی اون جایه باید به تو چیز بده، پول بده، حقوق بده، به تو دلار بده، نمیدونم به تو هر چیزی بده، تو داری کار میکنی. بعد اینم یه مسئله که بسیار مهمه و باید در جریان باشی. یه مسئله دیگه که مثلا میگم بسیار مهمه، اینم گفتم بهتون، در مورد خودباوریه. باید خودتون رو باور داشته باشید، باید به فکر خودتون باشید، باید به جسمتون بها قائل بشید، باید به چیزی که هستید بها قائل بشید، باید مثلا بتوانید آدم های تأثیر گذاری باشید، باید بتونید تو اون جایی که هستید یه خدمتی بکنید، تو هر جایگاهی که هست. خب من زیاد حرف زدم، حالا ویدیوی بعدی منتظر شگفتی های زیادی باشید. دوست باشید. من خونه نمیام. فهمیدی؟ من بیا ببینم زنده‌ها جمع کردی یه جور آبت میکنم اونجا، یعنی با چک و لغت میادم. فهمیدی؟ آقای آب بده من. برو بگی بریم بخون. ببین صدای اون در میاد، صدای اون در میاد، صدای اون در میاد. یار ماندم صدای اون در میاد باز بشه. من اون شوهرشو نکشم اینجا بهش پوش زن ندم، این سگ کم. حالا ببین
در باز بابا من چیدیم گوشونو چطور قهوه چیدیم الان yok. آش من چیدیم جنگ برم چه دارم میگیرم بابا بگید بخواب دیگه آخه خیلی میخواد دادم جیم نباشه برو خونه بذار من بگیم نه برای که تو دیوس نمیذاری بخوابی برای که تو دیوس نه بذار من درست کنم بکن من درستش کنم بکن من درست تو چی میخواد؟ تو چی میخواد؟ برو بپشو ببینم این شرم برو بپشو در بذار کلیدو بده من بندازمش توی کلیدو بده کلید نداره که کلیدو بده من درستش کنم کلیدو بده برو عقب تو گاز میگیره این گاز میگیره منو علیرضا میزنم یادش کن بگو بره میزنمش علیرضا بلند شو علیرضا برو میزنم تا کاری کنم برو شو بابا قرامت نجس سگ نجس سر تو تخمس تخم سگ بزنی میخوری بهت بگم بعد میخوری بعدم میزنم من یوسف اومده من باز میگیرم ببین میدو طرف شلوارتو میکنم بیناموس فردا ببین شلوارتو میکنم من دارم برات حالا باید برو برو شما ببینیم نگاه کن یه جور باز گرفت بابا هیچی نشده هیچی بابا چیزی نشده محمد تو رو خدا اینو میخوای؟ بابا اینو میخوای؟ یاد ندونده بمیر دیگه بهت میگم بشی بدم کن بخواب بدم کن تو بدم کن ایشون نمازه این یه خونی مستو یه خونه کارید ندارم شرلوخ دلت کردم تو خیابون میفهمی من با کار دارم اومده من باز میگیره برو گم شه تقصیر توه خالودن من همتون فرار کرد نمیذارم اینجا زندگی کنم آره بسته یه واسه اون دیوس من دارم میخوایم ولی من بازی بگیرم یه بردای سرت بیارم یه بردای سرت بیارم گردن میبینیم مملکت قانون داره پدرت در اون همچین ببین میزنم تو صورت خون تموم شده تا تو باشی ببین نزدیک من میشم نزدیک اما چی میخواد؟ جهنم داره آدم باش اومدی خونه داد بیداد رو ننداز سایه یکیش من ببین میشکنم اینجا کلید ساز بیاد پنجه حالا تو ببین حالا تو ببین حالا ببین من میشکنم
فهمیدی؟ اینو بخواب گفتم آدم عصبی بشی بخواب جورت داری کسی میزاره بود آروم بگی من گفتم تو خواب ما رو خامشین حالا چرت و پرت گفت من پرت کنم کلش به خدا پرت کنم کلش خوردی جهنم داره میشکنم اونو نمیذارم بریزاش زبون نفاید گرفتم خوابیدم یه اینجا داد بیداد میکنه لات شده پررو شده آقا من میشونم با دستون میشونم حالا ببین من میشونم حاضر چشم رو گذاشته بودم نمیدونستم تو خوابی خوردی تو نمیدونستی بیشرف من نمیدیدی من اینجا خوابیدم ها؟ زهر مادر بگو دیگه جواب بده جواب پاتو بشون میمونی خونه ببین من میام اونجا ریزت میکنم خب آدم شی یه بار من این کار کنم از کی من میخوام این کار کنم من یا اون در رو گفتم کلیتساز از پنجره بیاد تو خب در رو بشون بیاد حالا بذار من بخونم میمیری میمونی خونه میمیری میمونی خونه هر ماست برو بمیر برو بمیر تو جا بودو برو بگی بخواب بودو 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 تو جا بودو تو جا تو برو تو جا تو برو جا بخواب اینطوری باید میگشت نگاه اینطوری بمیر بخواب در بمیر بخواب سبزی مال من زهر ما سبزی میشکنم اینو تو جورت داری پاشو بریم من در رو میشکنم یه بار اینطوری رسوات کنم دیگه آدم میشه من که تو خوابیده بودم کاری نداشتیم تقصیر من شد بمیر اونجا بمیر اونجا بمیر اونجا بمیر اونجا اینجا بگو بره خونه شد بگو 500 من پول دادم اون در رو من نمیذارم نمیذارم یه بار آدم شی دیگه میفرم ساعت 1 میای من خواب بیدار نکن داد بیدار نکن ببخش من نمیذارم هر چی بخوای من نمیذارم ببین برو بخواب سردرد گرفتم من بریدم سفره ببین من آب نمیذارم نگاه کن بابا برش برو ببین باسی تو بکن برو ببین برو اونجا خیلی خوب ولش کن بمیر حتی بنده بخواب بودو بابا دیرفت عصبانیتی هستون عصبانیتی هستون برو بره یکیشم خوابیدم بار چند باشه من بیلدم چه آخی بودو هر نداری ببینی بودو میگم ببین عربده میکشم تو راه رو شوهرشو میارم بالا میگفتم یه جنت رو بنده رو بکنم چیز بازی
انبار برنج زدی میبرم جرأت میخواد اون در باز. بس هم دهی سر آره اینو میخواد. خودت میخواد. من که با خوابیده بودم با تو کار داشتم. بغلت کردم من خوابیده بودم با تو کار داشتم. حالا من یه اشتباه من خوابیده بودم با تو کار داشتم. آخ من چیزی نگفتم برو بام شو اونور. برو. من اون میبرم خونه‌شو میام. خوبه؟ اینطوری میخواد. ها اینطوری میخواد. تو برم بارکل داد بیداد کنم. اینطوری میخواد. بذار من بمیرم بخوابم. منو بخواب. جورت داری تو یه کرم با من. حالا بایسته. یه هم نمیشه. Eline göğsüne arpası. İşin olmasın. Elvan yok. حالا تو یه کلمه با من صحبت. من اونو فشکش میکنم میندازم خودش. برو گم شو بیو. برو گم شو بیو. حالا وایسته. تو دوباره منو بلند کن. این سری بریم ستای تو هم میتونید منو بگیرید. جرأت میخواد اون در باز. بس هم دهی سر آره اینو میخواد. خودت میخواد. من که با خوابیده بودم با تو کار داشتم. بغلت کردم من خوابیده بودم با تو کار داشتم. حالا من یه اشتباه من خوابیده بودم با تو کار داشتم. آخ من چیزی نگفتم برو بام شو اونور. برو. من اون میبرم خونه‌شو میام. خوبه؟ اینطوری میخواد. ها اینطوری میخواد. تو برم بارکل داد بیداد کنم. اینطوری میخواد. بذار من بمیرم بخوابم. منو بخواب. جورت داری تو یه کرم با من. حالا بایسته. یه هم نمیشه. Eline göğsüne arpası. İşin olmasın. Elvan yok. حالا تو یه کلمه با من صحبت. من اونو فشکش میکنم میندازم خودش. برو گم شو بیو. برو گم شو بیو. حالا وایسته. تو دوباره منو بلند کن. این سری بریم ستای تو هم میتونید منو بگیرید. دیگه من خونه نمیام. فهمیدی؟ من بیا ببینم زنده ها جمع کردی. یه جور آبت میکنم اونجا یعنی با چک و لگت میادم. فهمیدی؟ آقای آب بده من. برو بگی بمیر بخواب. ببین صدای اون در میاد. صدای اون در میاد. صدای اون در میاد. یا الله صدای اون در بیاد باز بشه. من اون شوهرشو نکشم اینجا بهش پشت زن ندم